صف طولانی ساکنان در نزد بانک ها. این حالت ضمن عید و جشن ها و هنگام گرفتن معاش و نفقه پولی در اکثر شهر و نواحی ختلان مشاهده می شود. این بانکمت بانک اسخط در نزد بازار فراوان شهر باختر است. بانکمت ها برای مشتریان دیگر بانک ها تنها 200 سومان می دهد، ولی همه آنها قابل استفاده نیستند. مشتریان امانت بانک اکثرشان بازنشسته هستند، از نوبت پویی طولانی سر وقت نگرفتن پولشان شکایت میکنند. نه وایم میتونم نه که اوچر بسیارای کمبودی بسیارای وقت ساج کته واسطه همین اوچر نمیستودی پشتا میبود خونه دا میدود انا حاجی اوچر دا میسی میتیا نمیتیا میسی آخر دا میگه تو نیستی نباته پگا بیو پول نیسته تموم شد میگم پگا بیو پگای دیگه بیو. بازنشستگان میگویند که در برابر گذاشتن نفقه پولی به صورت حساب بانکیشان به فکر گرفتن آن میشوند. بانک ما خیلی که یک سبب خطی همین علی شدن همین حاضر کار نکرده. بانک ما حاضر هم جماعت ما هم بانک کار نکرده. بریم خواهد در و همین به آشرید همین وای بگیریم بسیار خوبه. در نشست خبری بانک های منطقه باختر مسئولین از موفقیت میگویند، ولی خبرنگاران از مشکل بانک ها برای رویانیدن پول مشتریان شکوه کردند. 15 بانکماتی که در شهر داریم ما بانک پولکتی تامین میکنیم، نه که طلباتی که اهالی همون شب و روز در بیسار میشن شما خودتون توجه کنید که ما او را تاپور میکنیم خیلی وقت میروند. خیلی باید میآید چیکار کنیم؟ کارت را گرفتن میآید 5-6 کارت را بیسی بانکمات. مسئولین امانت بانک میگویند که نفقه خوران پول را از ناحیه خود نگرفته به مرکزی ولایت می آیند که صف طولانی و مشکل کمبودی پول را پیش می آورد. تنها امانت بانک در منطقه باختر 70 ترمینال نصب کرده است. این به گفته مسئولین بانک برای آسان کردن و گرفتن نفقه و معاش می باشد، ولی مشتریان میگویند که در گرفتن پول مشکل دارند. آنها عرض میکنند که گرفتن پول نه تنها از بانک دولتی بلکه از دیگر بانک ها گاه با مشکل انجام می شود.